با سلام و وقت بخیر. با ویدیوی شماره 4 از در خصوص مسائل مالیاتی در خدمت شما هستم. این ویدیو رو خیلی کوتاه اختصاص دادم به مزایای مربوط به کودکان، مزایایی که بچه ها دریافت میکنن، چون اغلب هنوز من میبینم افراد، به خصوص افرادی که تازه تشریف آوردن کانادا، این مورد سوالشون هست، به خصوص اینکه استانهای مختلف با هم در واقع مزایای مکمل مختلفی دارن. یک توضیح خیلی کوتاه عرض میکنم، امیدوارم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد. سه نوع در واقع ما مزایای مستقیم مرتبط با کودکان داریم که یک خانواده میتونه دریافت بکنه. یکی چایلد تکس بنفیت هستش که هم فدرال داره و تقریبا همه استان ها مکمل های استانی دارن. دیگری UCCB هستش یا Universal Child Care Benefit هستش و نوع در واقع سوم، مزایای نوع سوم که باز مستقیم خانواده به خاطر بچه ها دریافت میکنه، مزایای مربوط به GST and HST هستش. این سه نوع مزایا در واقع به طور مستقیم به خانواده از طرف دولت پرداخت میشه. چایلد تکس بنفیت معاف از مالیات هستش، اما مبلغی که بابت چایلد تکس بنفیت محاسبه میشه با توجه به سطح درآمدی هر خانواده هستش. بنابراین من نمیتونم بگم که شما چقدر واجد شرایط دریافت خواهید بود، چون سطح درآمدی شما باید مشخص باشه و CRA با توجه به اون سطوح درآمدی محاسبات مربوط به چایلد تکس بنفیت رو انجام میده. و همینطور که عرض کردم، هر استان، تقریبا اکثر استان‌ها مکمل های استانی مربوط به خودشون دارن که البته همه اینها با هم جمع میشه و به عنوان یک رقم، به عنوان چایلد تکس بنفیت، شما اینها رو معمولا دریافت میکنید. اما برای عزیزانی که در BC ساکن هستن، اگر فرض بفرمایید، چون من اطلاعات استان‌های دیگر رو به طور دقیق ندارم، عزیزانی که در BC ساکن هستن، اگر فرض بفرماییم که به طور کامل واجد شرایط دریافت مزایای چایلد تکس بنفیت باشن و دو فرزند داشته باشن و فرض کنیم به طور کامل هم این سطوح درآمدیشون به شکلی هستش که اجازه میده به اونها که به طور کامل مزایای مربوط به چایلد تکس بنفیت رو دریافت بکنن. به طور متوسط حدود $650 در ماه بابت دو فرزند دریافت خواهند کرد زیر 18 سال. مزایای نوع دوم UCCB هست، Universal Child Care Benefit. باز مستقیما خانواده مزایا رو دریافت خواهد کرد، اما این مزایا هیچ ربطی به درآمد خانواده ندارد. شما $50,000 درآمد داشته باشید یا $30,000 یا $80,000، فرقی در دریافت مزایای Universal Child Care Benefit نخواهد داشت. این مزایا برای بچه‌های زیر 6 سال $160 هست و بالای 6 سال تا 18 سال $60 هستش. اما فرقی که این در واقع مزایای پرداختی با چایلد تکس بنفیت دارد این هستش که چایلد تکس بنفیت همونطور که عرض کردم خدمتتون معاف از مالیات، نیاز نیست در اظهارنامه مالیاتی درج بشه. اما مزایای یونیورسال چایلد کیر بنفیت مالیات پذیره و نیاز هست در اظهارنامه مالیاتی افراد درج بشه، اما به سطوح درآمدی شما بستگی ندارد. شما با هر سطح درآمدی میتونید این مزایا رو دریافت بکنید. نوع سوم مزایایی که مستقیما مربوط به بچه‌ها هستش، مزایای مربوط به GST and HST هستش. البته این مزایا رو اگر شما مجرد هستید یا متأهل هستید ولی فرزند هم ندارید میتونید دریافت بکنید، اما وقتی فرزند وجود داره در خانواده این مزایا جمع میشه و با مزایای خود شما یک جا پرداخت میشه. علاوه این مزایای مرتبط در واقع میتونیم بگیم ما بچه‌ها در واقع در یک پکیج به همراه مزایای خود شما به شما پرداخت خواهد شد. باز این در واقع محاسباتش هر خانواده به خانواده فرق داره، وضعیت تأهل، تعداد بچه‌ها، اما تقریبا میتونیم بگیم که برای همه استان‌ها تقریبا یکسان هست. این اعداد که عرض میکنم خدمتون حدودی هستش برای اینکه یک ایده‌ای داشته باشید، خیلی دقیق نیست. من همونطور که عرض کردم نیاز هستش که چون مزایای GST and HST بنفیت هم به سطح درآمدی افراد بستگی داره.
اگر شما فرد بفرمایید $80,000 درآمد دارید و 2 فرزند دارید، شما مشمول مزایای GST نخواهید شد. در واقع سطح درآمدی که در واقع وقتی درآمد بیشتر از اون میشود مزایا شروع می‌کنه به کاهش پیدا کردن، حدود $35,000 هستش. اگه شما درآمدتون زیر $35,000 باشه تقریبا به طور کامل دریافت میکنه، ولی درآمد شما که $35,000 بالاتر میره، این مزایای دریافتی شروع پیدا میکنه به کاهش پیدا کردن. بنابراین چایلد تکس بنفیت و GST بنفیت به سطح درآمدی خانواده بستگی داره، اما هیچ کدوم از این دو مزایا مالیات پذیر نیستند و در اظهارنامه مالیاتی درج نمیشوند. اما UCCB یا Universal Child Care Benefit به سطح درآمدی بستگی ندارد، اما در اظهارنامه مالیاتی وارد میشه. اما مزایای GST بنفیت، برای اینکه ایده داشته باشید، برای افرادی که سینگل هستن، مجرد هستن و اگه بچه‌ای نداشته باشن، برای یک سال حدود $415 هستش. اگر متأهل باشن حدود $550 $540. اگر یک فرزند داشته باشن حدود $700 و اگر 2 فرزند داشته باشن حدود $800 خواهد بود. این سه نوع مزایا در واقع مزایای مستقیمی هستش که به علت وجود، اگر شما فرزند داشته باشید، به خاطر فرزندان شما به شما پرداخت خواهد شد. اما مزایای غیر مستقیم هم هست برای فرزندان. فرض بفرمایید یکی از مزایای غیر مستقیم که خیلی بارز هستش مزایای مربوط به RESP هستش که در واقع حدود فرد عزیزانی که در BC ساکن هستن، اگر فرزندشون وارد شرایط باشه حدود $1,200 از دولت BC دریافت خواهند کرد، فارغ از اینکه سطوح درآمدشون چه مقدار هستش، یا در واقع یک $7,200 لایف تایم حد اکثر وجود داره و یک $2,000 مزایای دولتی که البته باز این $7,200 و $2,000 به سطوح درآمدی خانواده بستگی داره. بنابراین همه افراد ممکنه $7,200 یا $2,000 رو دریافت نکنن، اما این پتانسیل وجود دارد که افراد بتونن در واقع این بونس های دولتی رو برای فرزندانشون، اگر حساب های RESP برای فرزندانشون ایجاد کرده باشن، دریافت کنن. یا فرض بفرمایید در BC فکر میکنم در استانهای دیگه هم داشته باشیم این رو، در واقع پکیج هایی هستش مربوط به هزینه های دندون پزشکی و هزینه های چشم پزشکی، هلسی کیدز پروگرام در واقع گفته میشه. خب شما اگر واجد شرایط باشید میتونید حتی به کلینیک های خصوصی فرزندانتون رو ببرید و در واقع هزینه های دندون پزشکی فرزندانتون رو از محل این پروگرام کاور بکنید. البته باز یک حد اکثرهای وجود داره، ولی در هر صورت مزایای غیر مستقیم هم در خصوص فرزندان وجود داره و همونطور که عرض کردم دو تا از بارزترینش مزایای مربوط به RESP هست و مزایای مربوط به هلسی کیدز پروگرام هستش. امیدوارم در ویدیوهای بعدی فرصت باشه بیشتر بتونم در واقع در خصوص RESP و هلسی کیدز پروگرام براتون صحبت بکنم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. منتظر نقطه نظرات و بازخوردهای شما هستم. همونطور که در ویدیوهای قبلی عرض کردم مطمئنا بازخوردهای شما کمک خواهد کرد که در واقع ویدیوها به شکلی تهیه بشود که بیشتر پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار همه شما.